علیکم همدیگران عزیز از این گروه هنگرو و باغ ما به شما نشون میدیم بیوریاکتور اکای عبدالله رو. بیوریاکتور گفتن چی؟ کرم خانه رو نشون میدیم. من همینجا کرم خانه کردگی تگ همین پور کرم است. من ببینید پورو رو آورده ششته تازه کرده کرم داده با بیوگوموس مبدل کرده بیخته گرفته ایستاده است و به فروش میبرد. کنی یک کرم نشون تید یکونجا ده اکای عبدالله کرم که بسیارتر باشد کرم. این بیوگوموسی علاقه بیختگی تیار شده. اکای این بیوگوموس رو میفروشیده 2.5 سوم کیلوش افتاده. یک خالتاش 100 سومونی میشد 43 کیلو. چقدر میگیرید همین کرم چقدر گرفتید؟ من همین پروی نخورده در یاشیک میگیریم. بین 3-4 روزده همین کرم خودش آماده میداره دور میآورده. برده در جایی که مثلا من خیلی تیار کردم در بالای چاپا میکنم. من عادی تر کرده گویم میشده. در زیر این قطعه ها پروی هست که علاقه کرم خورده و رو با بیوگوموس مبدل کردگی و اکنون کرم رو از داخل و بیوگوموسی که تیار شدگی گرفتن در کار. چخیل میگیریم در یاشیک ها پوری نخورده یعنی یم برای همون کرم ها خوراک می اندازیم و بالوی همون بیوگوموسی تیار شده میمونیم. کرم ها بیوگوموسی تیار شده که غذا ندارد با درون همین یاشیک ها میدرویند که درون این یاشیک ها آنها خوراکی دیگر هست و یا میخورن و وقتی که از داخل بیوگوموس داخل یاشیکی در اومدن همین یاشیک ها رو میگیرن آزادانه. کی مونده دیدم حال نبرآمده است. کنید چه بردارید نه چه بردارید که کرم میتوبد آزادانه داخل همین و میدرویند درون یاشیک میدرویند. نه برو مسودیان نه درمادیسان درون یاشیک میدرویند پرگیو بعد اکای عبدالله این یاشیک رو گرفته با کرم بالوی انواع پرویی که اول بیوگوموس نشده است میپرتوید. بعد از یک ماه میکشد میکنیم دو ماه سه ماه کرم ها خورده وای رو بیوگوموس میکنن و باز تکرار میکنن. همون خیلی یاشیک مونده پرو ریخته کرم ها میدرویند بالوی پروی سویج میگن که پروی همون وای نخورده گرفته دیگر جا بو میمونند و بالای پرو میریزند و تگش رو بیخته با همین الک میگیرن بیوگوموس میشود. انا فهمیدید همدیگران عزیز من عادی کرده فهموندم که شما کدومتون بیوگوموس کردنی باشید اگر یاد گیرید. اکای عبدالله شما یک جای کنید و نشون دهید که کرم بسیاری داشته باشد. انا اکای عبدالله ما یک جای من التماس کردم شده نشون دهید که کرم بسیار داشته باشد. چی کنید امنه من کرم هایی که پرو رو یعنی اخلاط رو اخلاطی گاو رو پروی گاو رو خورده با بیوگوموس مبدل کرده ایستادن. همینو همش پرو میخورن. پرو میخورن و این پرو با بیوگوموس مبدل میشود. کی ریختید شما این پرو با بلو این کرم خوشتان بود تیار شدگی باشد یا نه ولی اکنون بیخته گرفته رفتادید می چقدرش نیست و بالوش برآمدگی. من همدیگران عزیز اکای عبدالله با ما نشون داد چقدر کرم در اینجا بسیار است. اکنون یک سوال اکای عبدالله شما کرم هم میفروشه؟ ها کسی در کار باشد اگر 3 کاروکای به من 1 کوادرات میشد 1000 سومانی میشه. یعنی 3 کوادرات همین کرم قطعی همین پرو یک جای میگیرید میتید 1000 سومانی. همدیگران عزیز با کدام کرم هم در کار باشد با اکای عبدالله مراجعت کند. من کرمش هم هست بیوگوموسش هم هست. همدیگران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید. در باره زراعتکاری در باره رستن پروری بسیار چیزها رو میشنوید. با این بیوگوموس اگر شما پمیدار و کارتوشکا و دیگر کنید یا درخت نونید اگر درخت شما نهال شما با شما رحمت گفتم میوه های به نهایت شیرینی با مزه رو و به کسل رو میدهد. داخل این پرو زیاد از 20 الیمنت شیمیایی است. همدیگران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید با اکای عبدالله مراجعت کنید.